بیاین عزیزم که چی یک هوسانه مزدار از مردم تاجیکستان عزیز براتان آوردیم که واقعا عالی بود. اینقدر مزدار بود که از مزهش براتان هیچ گفتن نمیتون. سلام عزیزم، خوش آمدین به ولاگ آشپزی. من قبل از همه چیز تشکری خاص از تک تکتان از کامنتای مقبولتان ازی که مرا حمایت میکنید. ویدیو خوشتان آمد سیف کنین، به دوستای خوبتان شریک بسازین که تا مثل مواری یک روز از یه غذای مزدار آماده بسازید. این غذا به نام کروتاو است که واقعا عالی است. بچه یکم نوش جان که گفت مادر جان بسیار عالی است. اینقدر برش مزه داده بود که از سر میز نمیماند که سر سفره مایره ببریم. دیگه بریم طرز تهیه از را ببینیم که این غذا را ما چه رقم آماده ساختیم. اول از هارد شروع میکنیم از خمیرزی که من 2 گیلاس شیر گرفتم، آب گرفتم، 2 قاشق روغن، 1 عدد تخم مرغ، 1 قاشق بوره، 1 قاشق نمک و 1 قاشق هم خمیر مایه. اول این مواد را کلش داخل یک ظرف مندازیم، همیشه مکس میکنیم. بعد از اون ما 4 گیلاس از آرد گرفتیم که 4 گیلاس آرد اینجا مندازیم. آرد ما را به کمک از اینمی قاشق یا پنجه که در دست ما هست یک جای میکنیم. بعد از او امرای دست خود خوب یک خمیر خوبش ما اینجا درست میکنم. ای را به می شکل سرش بسته میکنیم، میمانیم برای نیم ساعت که خوب خمیر ما پف کنه. خمیر که پف کرد ای را 3 تقسیم میکنیم، به ای رقم ای را اوار میکنیم. خوب زالای ما را نازک بیخی هم نیه برابر اوارش میکنیم به می شکل. بعد از اینکه خوب خمیر ما اوار شد، ما 1-2 قاشق روغن در روی ازی مندازم و امیر در رویش کلش یک دست میکنم. دیگه سعی کنین از این که ما با چی رقم ای زاله ها را درست میکنم. به این شکل همیشه جور میکنیم. باز که خمیرای ما جور شد، ای را داخل یک ظرف برای 10 دقیقه دیگه یا 20 دقیقه ای پس درش پلاستیک پوش میکنیم، میمانیم. 10-20 دقیقه بعد که خمیر ما باز خود تیار کرد، بعد از او شروع میکنیم در آور کردن از اینکه ایره در داشت کنیم. پیش از اینکه خمیر ما تیار شد، من اینجا سلاتی از ایره جور کردم. اول سلاته را جور کردم به می شکل که شما ببینین که در سلاتی از این پیاز مایده ساختم، بادرنگ مایده ساختم، بنجان رومی، مرچ تند و تیز، کم گشنیش، لیمو. بس دیگه چیز ما در سلاتی از این انداختم. با اینجا 1 دانه تخم مرغ که 1 قاشق روغن داشت انداختم، به خاطر امین نانایی که باید از این غذا ما جور میکنم و به خاطر از این بروش ما 1 دانه تخم خوب گرد زدم. زالای ما را به می شکل اوار میکنیم، این داخل قالب داشت میمانیم. بعد از اون میمانیمش در داشت که نان ما پخته شد. عزیزم نانش در خانه به مقسم جور کنین، شما بسیار مزدار میه. مزدی تخمه در روی ازی زدم، مانمش در داشت اینجا چکیش جور میکنیم که چکه را به این اندازه ما گرفتم. ما برای 4 نفر جور کردم. البته که برای ما بس کرد که ما از 1 کیلو چکه نیمشه که نیم کیلو چکه را 1 دندان سیر، شما هر قدر سیر میتونین نوشجان کنین بندازین مزه زیادتر میشه. من 1 دانه انداختم که من زیاد خوردن نمیتونم، از خاطر چکر نمک هم زدم. به این شکل ما چکر درست کردم که خوب نه زیاد تیره باشه نه زیاد آبگین باشه، برابر. به این شکل ما جورش کردم. ای هم از نان ما که چی یک نان آمده. ما دیگه بالای گاز ماندم. وقت از رسید که ما کوفته از این آمده بسازم که من 0.5 کیلو گوشت کوفته را داخل از این دیگ انداختم. به این شکل سرخش ساختم از این مساله. 1 قاشق از این مساله کرویی که واقعا بسیار مزه‌دار است، 1 قاشق نمک، 1 قاشق مرچ سیاه و مرچ سرخ انداختم. از من 0.5 گیلاس آب انداختم. کوفته را ماندم که تا خوب پخته شد. کم مسکه گرفتم، 2 دانه پیاز برابره، نه کلان بخیر نه خرد، برابر. ما به این شکل اصلی ساختم. دیگه وقت از این رسیده که نانا را باید میده میده در این ظرف ما خرد کنیم. بعد از او باز امی سلاته را ما جور کردم که کلش یک جای کردم. دیگه چون ما وقت درست کرده بودم و را از او خاطر ماندمش داخل یخچال. این حال وقت از این رسیده که ما سلاتی خودم مکس کنیم. با این شکل دیگه برابر شد. این حال چکر داخل ازمی نانایی که ما میده خرد ساخته ما در روی ازی امی چکی که ما کرده بودم مندازیم. عزیزم اگر شما کرود در دسترستان باشه، از کرود اگر درست کنین بهتر میه. چون از ما کرود نبود، ما از چکه جور کردم که کرود بسیار مزدار میه.
دیگه پیازا را در روش مندازیم. پیاز دمسکن سرخ کنید که مزه چند میشه. این غذا آنقدر مزه‌دار بود که من میگم امیال که باشه باز هم نوشجان کنم که واقعا عالی بود. این بود از ویدیوی امروزم. تا ویدیوی دیگه همه تنه بختوند یک تا می سپارم. لایک